یعنی متریال هستن. لیکن این چیه؟ این نان متریال هست. این چیز رو باید از این رو باشه بسیار اهم قبل. پس حس اگر مو یک چیز را نشان دمو بالکل یقین مونی قسم مخرجی واسطه. اگر چین مو نشان دمو یا قسم مونی یا دیست موقع دیست یا ٹیسٹ کرنے یا تا گوشت کو بیشتری مو اینا بالکل باور مونی امیتر اقلم یک سوچ کرتا برای شناخت برای فهمیدن. لیکن فرقی عقل کا دزناچ ہے کہ عقل نان میٹیریل نام میٹیریل عقل نان میٹیریل چیزا را هم میتونه کشف کنه میٹیریل هم میتونه منیشی بسیار تجزیه کنه منی اینالایز کنه نتایج را بگیره و نان میٹیریل را هم عقل میتونه که عقل را گفتم امروز اگر مشکلاتی ماده پرسته و ملحدین بھی فهمی عقل است که عقل علم طاقت است چطور این را پروف کنه و چطور که صحیح را کار از این معاملان سالش در منی فلسفه ذهنی نابیز عقل کسا عقلم دریافت کنه عقلم اگر در ذریعه قوانین کو ایک چیز را ثابت کرد اگر شبه پنج حسی دیگه او محسوس کرده بازم موجود است این کار کر ذرا امروز اجماع کرد یک لوجیکل یقین یا سایکولوژیکل یقین वो साइकोलॉजिकल यकीन वो तमाम शिरफ्त बड़े पंच ही आवाज से खासा वो वक्त सुने बड़े उर्दू पावर नहीं लेकिन चीज है कि अकल मोर निशान में जो उर्दू पावर हम जो अकल नॉन मेटीरियल का हम पर मोर निशान वो पावर का दो शिकायत मिला ये चीज है कि भाई शुरू नज़ेन को भी وقتی اون ممکن الوجود را می‌گردی و ممکن الوجود را دیده عقل مونگا واجب الوجود است لیکن وہ اس بستی کی در پنج حس کو عادت کری وہ باور نہ ہونے کی واسطہ اینایی که وابسته هستند فقیر و محتاج هستند و زیرو هستند وقتی اینا ویلیو داره پس یک است که اینا داره ویلیو داره و داره لیکن مو از بستی که عادت کردی در پنج حس خو چون که ور نمینگرنی محسوس نمونی موگیونیه باور مو نمایه همو چی سایکولوژیکل یقین مو درو پیدا نموشنه این چیزه که بار بار ما درو اگه تذکر میدومی وجه داره که مو این چیز را بفهمی که درو مو چی کار مونی یا عقلی تجزیه در نتیجه چی ثابت موشه. امیر پنکر کم هستیم پس این چیز در ذهنشون باشه وقتی عقلم یک سورس است موتر که او 5 دانه سورس است یک چیز را برای مو ثابت مونه و مو یقین مونی که او چیز است امیتر عقلم یک سورس و ثابت مونه که یک چیز است. این مشکل را بسیاریا داره تامی ملحدین هم دارن مگن که مو عقل را قبول داره لیکن نتایجی تحقیقات عقلی مطالعات عقلی و تجزیات عقلی را باور نمیتنن این تمام موی مشکل را داره. چرا؟ چون در ذریعه حواس که یک چیز مو را فهمیده موشه و آسان است باور کنه. یک بچه ریزه را مگر برای دیست شبیز نیمو فهمه چونی زود لمس مون آدم را لیکن او چیزایی که عقل آدم باور اول خو عقل منی آدم دیرتر کستا اکتیو موشه عقل از بچپن منی آدم است لیکن اکتیو نی است بچه ای ریزه مو ترکی گفتم نه مفهمن تجزیات عقلی را فرض کدور یاد ندارن اینا را آهسته آهسته زافتم اشتم یاد میده که چطور یک چیز آدم فرض کنه چطور که مثلا اسکیل را ریزه کنه کلان کنه یا آهسته آهسته چونی دیر اکتیو موشه تا 7 سالگی را بلکه بالتر تا 12 سالگی مو که ده حس کار میگیری دیر بچای ریزه عادت چی است بچای امونایی که فول ریزه است نیلغه است 10 11 12 مهینه است 7 8 مهینه
اونا تا 5 حس خو هم کار نمیگیرن، اونا فقط از زبان خو کار میگیرن. دیدین هر چیز بیدی و ددان خو منوره. چون برای او اولنا چیز که برای یک اولاد ریزه نمایه میشه خوردن است، غذا خوردن است، شیر خوردن است. او در زو عادت داره و تا از دیگه حساس هم کار نمیگیره. او چیز را مینگرنه در او دیست میزنه، بازم باورشی نموشنه حتما او مگه باید ما ددان خو بیزم. هر چیز بیدی آدم از دیستی اولادای ریزه در تنگ هر چیز میگیره ددان خو منه میلگی باشه هر چیز باشه. چون بریش انوز فقط همی حس چی زیاد اکتیو است. 5 حسی 4 حس دیگه شم اکتیو نیه. باز آسته که کلان موشه یاد میگیره که دیگه هم که است قابل اعتماد است. در شروع فقط خیال مونه که هم زبان از قابل اعتماد تا یک چیز در زبان خونز نه باور نمونه. لیکن کلان که موشه آسته یاد میگیره که نه 4 حسی دیگه هم قابل اعتماد است. باز او بعد چیز را ایله میده. لیکن چی تا دا 12 سالگی را عقل از او انوز اکتیو نشده، قدرت پیدا نکده دیگه. تا دا 12 سالگی رو مکمل کسته دیپند مونه برای 5 حسی مادی خو. و ازو بعد که عقل کم کم منی ازو اکتیو مشنه برای ازو ٹائم میلگا که گوای عقل را هم باور کنه. همزو خاطر دین زیادتر از میت فرار منن، خوش ندارن این سبجیکت، چونی یک فقط تجزیه عقلی است. منیشی مو سنس خو کار نمیگیری. همزو برای مو کم بسیاریار گیج منه نمفهمن و شوقش ندارن، چون او ای قصادت کده در 5 سنس خو خیال نمیتنه باور کنه گبای میت سا دیگه. مو تر از بالتر کی مای فقط اگر عقلی تجزیه باشه او ٹائم میلگه برای آدم باور آدم نمه. انوز عادت از بستی مو عادت مو نه 5 حس پخته شده انوز باور نمونه نال اینجا واجب الوجود نمینگرنی بس مگی شاید او نیه عادت کده در حالی که عقل مگسته او تو مگی ما خو نمینگرنم عقل مگه 5 حس تو موتر خو امو چیزا که تو که چیم خو مینگرنی کد گوش خور نمیتنی احساس کنی، کد دست خو نمیتنی احساس شی کنی. بازم باور مونی که است چون یک حس تو فقط ور نشان داده و تو مگی او است. خو اینجا درو عقل تو درو مگه کی است. عقل قدرت چی از 5 حس که دا بالتر است. او 5 حس هم دیتای شی تا که عقل پروسس نکنه اونا ثابت نموشه. ایناخ منی ساینس منی فلسفه ساینس مایه تا 5 حس کی مور دیتا میده تا عقل اونار پروسس نکنه اونا ویریفای نموشه. همزو خاطر هیوم کی عقل را مان نموکد او 5 حس را مان نموکد آخر شدید دیگه خود خورم انکار کرد چون او عقل را مان نموکد و تجزیه عقل را مان نموکد و فهمیده بود که تا که حس آدم از عقل ویریفای نشنه او قابل اعتماد نیه. عقل قدرت چیزونا که دا بالتر است. عقل زیاد در دیپنس اشیاء را فهمیده میتنه. لیکن مسئله مو چیه؟ ما نفسیاتی تجزیه شیر مگم. مسئله مو ایه که مو عقل ٹائم میلگا که منی مو اکتیو موشه. بعضی هم ممکنه پیرم شونه عقل شنوزو تر اکتیو نشده باشه چونو باید تربیت شونه. همزو خاطر مگ آدم تعلیم باید بخانه نه. اگر آدم نخانه عقل آدم اکتیو نموشه او همیشه در حد حس زندگی مونه. 5 حس مثل اولادای ریزه فقط برای 5 حس خو اعتماد مونه. لیکن کسی که میخانه آیسته آیسته عقل از او اکتیو موشه. لیکن چون که مو ابتدایی سالای زندگی خورا در ریزگی تا دا 12 سال فقط برای حس خو دیپند مونی. حتی اگر در دویم سیم کلاس که میت سم اگر یاد داده موشه در ذریعه اشیاء یاد داده موشه که قبلا هم گفتم چونو نموفهمه دوره سیره در جدا جدا نموفهمه. باید دوره بگی دو دانه پنسیل، دو دانه مارکر، دو دانه کتاب، دانه کتاب اینی تره. اگر کتابای میت از ریزگور دیده باشی نمیشه اونا را میتر یاد میده چون انوزو قص عقل ازو تجریدی نشده که عقلی سوچ کنه. این بریز مو مشکل جور مونه چون مو دا 12 سال که ده حس خو کار میگیری 5 حسی مادی کار میگیری لذا بریم سخت موشه که گبی عقل را باور کنی و باور کنی که عقلم یک سورس است برای دریافتی اشیاء، برای دریافت و شناختی اشیاء و این سورس از اونا کده قوی تر است، از اینا کده بسیار مضبوط تر و دایرهشی بسیار وسیع است تا که او 5 دانه از
تجزیه عقل تیر نشنه قابل اثبات نیه دیتا یزونه. اموتر که ما شمور گفتم توخین مو همیشه شمور که ما مینگرنم یا شما مر مینگرنین همیشه یک عکس شما در ذهن از مسته فوتوی شما خود شما در ذهن ما نمادین. پس ما چطور مفهم شما در برو هستین؟ چطور ما مفهمی در برو سورج هسته، ای ستاره هسته، ای درختای نی کور که موری دوری خو مینگرنی هسته. عقل آدم مگه چون که ای چیز برای توی فوتو از این طرف نمودار میشه و این طرف وقتی تو خود خو مینگرنی این طرف این فوتو نمودار نمیشه، پس معلوم میشه در برو یک چیز هسته که عکس را برای تو ریفلکت مونه. در ذریعه علت و معلول، در ذریعه قاعده کاز اند افکت مو مفهمی کی هسته. میتر آواز از اینا ثابت شده چیزایه من ساینس دیگه. پس اینا چیزام باید از عقل بوره ویریفای شونه تا قابل اثبات باشه، تا مور قبول کنی. باوجود از اینکه قانونی است لیکن مو بازم عقل برای مو ناشناخته یک اهم سورس شناخت. لذا انا مو هرچی که مور درو عقل مو مگه اینا ممکن الوجود است، اینا وابسته استن، فقیر استن و میالی کدمزی قاطی واجب الوجود هم است. لیکن مو چون که مگی ما خور حس نمونم، 5 حس ما بریش چون که کار نمیده، لذا باور نمونی که او است. هستی از اصل چیز را که واجب الوجود است و از خاطر بودن امزو مو است. اگر او نمود خموم نمودی چون مو صفر است ذات از مو، لیکن مور باور نمونی که او امرای از مو است. اینی چیزا که باید ملاحظه کنینی کار در فکر داره. ممکنه که بعضی هنوز تجزیه خلیشی او قدر قدرتمند نباشه، یا یک مرگی ما هم گفتم که سایکولوژیکل یقین تایم می لگه تا که منی آدم پیدا مشنه. عقل آدم موگه که یعنی ممکن الوجود لازمی باید واجب الوجود باشه، لیکن باور آدم در اون مایه کی است. امزو خاطر تو بسیاریا موگه کجای خدا نه که در حسابی حقیقتا اگر سوچ کنه آدم برای خود خو شک میتنه، برای زو شک نمیتنه کی او است. چون یک او است، مو خو صفر دیگه، مو خو ویلیوی مو صفر است. اصل ویلیو او است. اگر او در بین باشه مو ویلیو داره و است. لیکن مو این قدر دیدین الٹا مشنا طرز فکر از مو که خود خور فل باور داره و برای زو باور نداره. مو او در کجا است؟ این چر نشان ده عقلی پسماندگی زیره و ضعف عقلی زیره دیگه. ایه که باید دینا را بار بار امزو خاطر مگم غور کنین، فکر کنین تاکه امو سایکولوژیکل یقین هم پیدا شونه، باور قلبی هم پیدا شونه. پس این چیزا در ذهن شون باشه. امزی خاطری نیاز داره که باید دیسکس آدم زیاد کنه، برایش فکر کنه. واقعا بگره که می گوارات است، می تجزیه که مومونی واقعی میراث است، واقعی امی حقیقت داره یا نداره. و اگری درست نفهمی اصلا امو 5 حس هم خوچی بیکار مشنه. 5 حس هم انال بسیاری است. خو مو ملحد است، مو 5 حس را مان مونی و 5 حس هر چیز را مطالعه مونه در نام ساینس. مو مذهب مو کرتا ساینس ایتر مگن، لیکن این خبر ندارن که پس پشت درو کیو ناره انالایز مونه. امو 5 حس را درو دیتای شرکی درو ویریفای مونه. کی دیتای زور میگره در صورت یک قانون میره. او چیه؟ عقل است. خو وقتی عقل را مان کردی و لوجیک را که عقل استعمال منور مان کردی، مجبوری که بز عقل که یک نان میتریل دنیا را ثابت نباید دورم مان کنی. چرا دوهره معیار باشه؟ چرا اونجی که ساینس را قوانینش عقل ما ثابت مونه که فلسفه ساینسی گوار مگه اونجی مگیان عقل را قبول دارم، لوجیک را قبول دارم. بزمو عقل کدمزو لوجیک وقتی که نان میتریل را ثابت نه مگی نه اور ما قبول ندارم، چون 5 حس ما درو نمیگرنه. مونگی تو میسی بچای ریزه درو کار مونی. این کاری بچگانه است. ال تو کلان شدی باید وقتی که تو عقل را سورس مان کده که این یک سورس حقیقت است، سورس فهم حقیقت است، پس وقتی یک چیز را ثابت کد که دایره کار از اون آنمایه باید تو مان کنی. امو تر که چیزایی را که چیم میگرنه او چیزا در دایره کاری گوش نمایه، لیکن چون که چیم دیده تو مان مونی. اگرچه که در دایره گوش نمایه، در دایره دیست آدم در لمس و تیست نمایه، لیکن در دایره چیم چون که امده مان مونی.
اینجی مان نمونی، اینجی دوره معیار را نشان میدی. همزویه که ای آشکال نمولیدیم که خود خیال نکی مو از هیو مرسل کده زیاد فهمیده تری او ترنیه اونا از ناگه زیاد دقیق تر بود. اونا خبر بود که او اگر عقل را مان کدی و او لوجیک را که عقل یوز نه مان کدی، اگر الیف شی گفتی باید تایای شیر بوری. اونا همزو خاطر روش مان نمکد، از سورس شناخت مان نمکد. لیکن اینا مولیدین هم گنم مو مثل هیوم سوچ نمونی. این قاعدتا نمو هستن، یعنی خودونش گواهی خوره همزو نمو فهمن که درو چی مگن. اگر عقل مان کدی باید بس پورال هر چیز را که عقل مگد درست تجزیه عقلی موشنه باید مان کنی. اور عقل خوبیش یه که عقل وقتی تجزیه مونه بسیاری اوقات منی تجزیه خو برای حواس دیپند نمونه، چون عقل مگه حواس که خطا مونن، دوچاری خطا موشه زیاد است دیگه. دی خطاهای حس از مو زیاده. سراب را دیدین مو در روڈ سراب مینگرنی برای روڈ مورا در گرمیا آو معلوم میده. وقتی برای گاڑی مثلا باشین برای هایوی شمور برای روڈ آو معلوم میده، در حالی که اونی چیه خطای چی مسته گوشاید هم خطا مونه. دیست آدم اینا منی فیزیکسی نوم داوم ما دیاد مسته که مثالایشی داده شده بود که هیست آدم خطا مونه. اینا برای حسی قدر اعتماد نه، لیکن عقل که زو قدر بسیار قدرتمند است و عقل منی بسیاری مطالعات خواستن از هیچ کار نمیگیره، چون که اون ما مستقل سورس شناخت هستم. خو لیکن که باید مو توخین فکر مو و قدرتی تجزیه مو قدرتی فهم و خزبال بوره باید که این عقل را که تمام لوازمات چی قبول کنی را دوره معیار نداشته باشه که هر جایی که عقل کاری ساینس را پیش میبره اونجا بگیان داود ما عقل را قبول دارم و لوجیک را قبول دارم، لیکن اون جایی که بس غیر از ساینس غیر از ماده یک چیز نشان داور قبول ندارم. این تر نموشه. عقلی چیزا را آدم قید زده نمیتونه. اموتر که عقل یک یونیورسل چیز تمام انسان ها داره، اموتر که میت یک مطالعه مادی است، لیکن منیشی ماده استعمال نمیشه، اشکال مادی استعمال میشه. این یونیورسل است. اموتر منطق و لوجیک هم یونیورسل است. تمامی بشر مطابق یک لوجیک سوچ مونه، منیشی چندان فرق نیه دیگه. بس مطابق همزو لوجیک مطابق همزو طرز فکر وقتی که عقل مگینا ممکن الوجود و اعمالی من واجب الوجود است مو درو باور نمونی. برای زندگی موش دیگه تاثیر نداره، موش محسوس نمونی که یک واجب الوجود امرایز مو است. این مو چرا؟ چون تاوالی بچای ریزت دی مو فقط برای امزی درو دیپند مونی. این کار میخوایزی خاطری نکته ہے که در مختلف طریقه ما شما را ریپیٹ کرده راییم که بفهمین که چی منی چر مشکل در آوری مو پیش مایه. یا خمو چون عادتی در تجزیه اقلی اول نداره، همیشه کار مو که دهیست بوده، تجزیه اقلی مو تنهاشی کارش نگرفته. یک امزی برای مو این مشکل مایره چون پریکتیسشی نداره، ایش وقتی کار را نکده زیاد کده باشه مو مسائل میتس حل کده. مسائل میتس باز آسان تر است از میز اقلی فکر کده، چون منی میتس اشکال استعمال میشه، مربع مستطیل دیگه شکلها استعمال میشه. منیشی میتر نیه دیگه شکل را او انالایز منه، میتر منیشی وجود نداره. لیکن این محض عقلی فکر است، عقلی سوچه، عقلی تجزیه. این تایم میلگه منیشی. پس این روش کار را باید در ذهن شما باشه و باید که سر او پختگی از بار فکر کدو مایه. همزی خاطره که ما تاکید مونم حال چون کلاس آدم زیاد کم کلاس هم بود، ما زیاد پرسان مکدم دیسکس مکدین او زیاد بهتر بود. اگر چون که زیاد است از خاطر اگر چیزا کنی ایک کرتا کار لمبا میشه، طول میکشه کلاسا دیگه. ای برای خود شما میل، لیکن بار تاکید مونم که فکر کنین تا بار خودشون فکر نکدین او پختگی منی فکر نمایا و باور منی قلب آدم پیدا نموشه. خود دیروز نه بیسی بوده که مو عقل موموتر که از مطالعه کائنات از تجزیه کار خور شروع منه و موگه اینا ممکن الوجوده، اینا فقیر استن، ذات از اینا از وجود خالی است،
اینا صفر هستند و لحاظا اینا وابسته هستند، برای موجود شدن خود یک دیگه حقیقت اینا وابسته هستند. تا اگر اینا در گوی دیگه وابسته نباشه اینا موجود شده ایش نمیتونه، چون اینا صفر هستند دیگه، ذات از اینا از وجود خالی هستند و خودشی هم که خود وجود داده نمیتونه، چون خود چی صفر دی، خود چطور باید ویلیو بیده. اینا وابسته هستند در یک موجودی دیگر، در یک دیگر حقیقت دیگر. او حقیقت مثل از اینا ممکن الوجود نیست. اگر اون مثل از اینا ممکن الوجود باشه اون صفر مشنه، اون خالی است. دو فقیر یک دیگه خریج بر یک تاثیر انداخته نمیتونه. دو زیرو در کناری هم هیچ ویلیو را پیدا نمیکنه. یک لک، یک کروڑ، یک کرب دانه زیرو هم در یک کناری هم باشه هیچ تاثیر، هیچ فرق نمیفته، چون تمام شی زیروه، هیچ ویلیو پیدا نمیشنه تا که یک نباشه. اور او باید ویلیوشی مگه خودشی باشه، او عین وجود باید باشه، ذات از وجود نباید خالی باشه، او عین وجود باشه. امزونجی وزاقل آدم مگه او چیزی که عین وجود است او نمیتونه که ناقص باشه، محدود باشه. چون محدود مطلب شی، محدود بودن مطلب شی که یک چیزی است که اور نداره، یک چیزی است که اور نداره، مطلب شی پس این نداره و میتونه داشته باشه. اگر چیزی باشه که این اور نتونه که داشته باشه خیلی کرده حالش خراب میشه. که یک چیزی، یک موجود، یک هستی است، یک کمال، یک کوالتی و این نمیتونه اور داشته باشه، این خو از موقع بدتر میشه. ممکن الوجود میتونه هر کوالتی داشته باشه، چطور او نمیتونه داشته باشه؟ پس اگر یک چیزی باشه که اور نداره و میتونه داشته باشه، این مشنه صفتی ممکن الوجود میشه، این ناقص مشنه، فقیر مشنه، وابسته مشنه. و عقل مگه او باید که او وابسته نیه، یک چیز را در او نشان میده شموره، یک خیال نیه. این خیال نگین که خیالات مو در اون سر جور مونی، عقل یک چیز را در او مشاهده مونه در او. این اهم گوسته. ما خبر منیزی تایم می لگه بسیاریا مفهمم که نوز گیج است و در او مرحله یقین نرسیدن خویه که لیکن عقل تو اموتک چیم چطور یک چیز در او مینگرنه، گوشای ما در او میشنوه، دیسم لمس عقلم یک حقیقت را در او مینگرنه و موگه او نقص نداره. حال تو باور تو نمایم گیان ماخ کجای عقل ما موگه لیگه ماخ نمینگرن، چون تو انوز میسی بچای ریزه موگه کچیم خو بینگرنو. هم تک بچای ریزه هرچی بگیه نه اینی کلونه اونگه نه تا ما ددان خو نزدو ما اور باور نمونو مطمئن باید ددان خو ببره یک چیزه. اونو رنگ کار نی، او ده او لیول خو از زبان خو کار میگیره، تو ده یک بالتر لیول. این چیز است که پس عقل یک موجوده شیر مگه است او و رو نقص نداره، او محدود نیست، او لا محدود است. این چیز بسیار مهمه در او با قاعده مشاهده منه. امی چیز وقتی که آدم دامی جای رسید که واقعا امی گبی عقل را مشاهده شکر، مشاهده قلبی شکر، امیر مگه عرفان دیگه، عرفان گو شاخ و دوم دیگه نداره. عرفان اینمیه که عقل تو درو مگه عقل چی یک از نظر خدا پرسته عقل که است یک سورس است، نه سورسی شناخت است که اشیاء را بر اسم نشان میده. اموتر که دیگه سورس هم مداره و عقل یک قوت و یک صلاحیت است، صلاحیتی روح انسان است. همونطور که روح از چیم استفاده مونه، اشیار مینگرنه، از گوش استفاده مونه میشنوه، همونطور از عقل استفاده مونه، نون میتیریل چیزا را مینگرنه، مشاهده مونه. مگه از تمالی عقل مو در ذریعه روح در ذریعه یک طاقت است، برای روح یک صلاحیت است، یک سورس شناخت است. لیکن مو چی مومگی خو عقل درو موگه کی است، لیکن مومگی نه ما خور نمینگرن درو. چرا که نوز میسی بچای ریزت لیمگی باید د چیم خو بینگرن میاکد، گوشای خو ما آواز شد بشنو. همونطور که قومی بنی اسرائیل حضرت موسی علیه السلام را مفت، حضرت موسی معجزه را مکد مفتو خینه عصا درو اژدها جور میشه. او را تو خینه مینگرین او که است شق شد از منیش را جور شده. خوب مینگرنی معجزه و عقل آدم نشان ده که غیر مادی طاقت است که قرار داره و مونه حضور داره و اونا مفتنه مور نشان بیدی میسی بون بچای ریزه. چرا؟ چون او پختگی منی فکر از اونا نمده بود. پس عقل وقتی یک چیزا را نشان میده، اگر روح هم در جای رسید که مو چیز را باور کد و دید کد قلب خو
امیر مگه عرفان دیگه، عرفا می کارمونه دیگه، او ترگو علیده دنیا نیست. همزو خاطر مگتا عقل آدم تجزیه عقلی پخته نباشه، یک صحیح عارف هم اگو کس جور شده نمیتونه، او غلطی مونه، زیاد از گیرش غلطی موشه، چون عقلشی پختگی نداره، تجزیه عقلیشی ناقص است. اگر امور روحش اگو چیز را بینگنه زیاد از گیرش اشتباه موشنه و شیطان امور زیاد بازی میده، چون او نمیتونه اینالایز کنه حق و باطل ده، خو عقلی پیمانه است که مومنیشی اور می سنجیم که اینیش حق، اینیش باطل، اینیش درست، اینیش غلطه دیگه. اینی چیزه که باید در ذهنشون باشه. پس عقل مو که در مگامال اینا تمام اینا کشیشته، اینا ممکن الوجود استن، وابسته استن، زیرو استن، اینا وجود از نا خالی استن، مگامال یک واجب الوجود است. عقل در اونار ارمینگرنه، لیکن مو انوز در یک تاینه لیول خود محدود کرده میستی بچای ریزه، همزو باور مونه مای باید بار بار که فکر کنی آدم در اون مرحله میرسه. پس وقتی ثابت شد که خدا لا محدود است، معنیش این مشنه که خدا هر کمال و هر کوالیتی را خدا داره، چون که او لا محدوده. نامحدود است و ما گفتم که مطلق هم مشیر موی خدا مطلقی وجود است، یعنی مطلق این چی؟ هیچ قید نداره، هیچ حد نداره. مطلق چی؟ او که قید و حد نداشته باشه، او رو مگه مطلق یا مگه ابسولوت. وقتی عقل آدم وقتی او هیچ حد نداره، پس او هر کوالیتی داره، چرا اگر اگو کوالیتی اگو کمال باشه و واجب الوجود یعنی خدا اور نداشته باشه، بس خدا محدود میشه دیگه. یعنی یک کوالیتی است که این نداره اوره، پس این محدود است، این نقص داره، قید داره. در حالی که عقل مینگر نداره که لا محدود است. پس هر کمال و هر کوالیتی را داره که منیز او سه دانش چند دانش بسیار اهم است. یک کس علم است، خدا علم هم داره، علم داره یعنی آگاهی داره. مو علم را معنی آگاهی میگیری، دانستن میگیری. امی علم است، نه لینی مارکر را ما دارم محسوس نمینی علم، چون آگاهی دارم در ذریعه حس کو یا میشنوم آواز را. این چیه؟ این یک آگاهی در برای ما، این می چیه؟ علم است. خدا هم علم داره، علم داره، لیکن خدا علم شی اموتر که خود چی لامحدود است، علم شی هم لامحدود است. مثل از مو محدود نیه، مو اموتر که خود مو محدود استی، علم از مو محدود است. خدا اموتر که خود چی لامحدود است، علم از او و هر کوالیتی از او لامحدود است. اینا ما زیاد در دیتیلش نمورم، چرا این خود خداشناسی هم بسیار طولانیه، بیسایشی طولانی هم نیز نه، بسیار اشکالام شده، اعتراضات هم شده. اونا را مگر بیری بزی طولانی میشه و دیگه چند این بیساکی است. بز موسو نامون صرف ما مختصرا مگم ای در ذهن شما خدا اموتر که مو گفتی خدا چون که لا محدود است، تو مرحله در مرحله مادینه از مطالعه کائنات شروع کردی، گفتی ناممکن الوجود منتقل شدی، گفتی یک واجب الوجود هم است. اور واجب الوجود که است ماده نمیتونه باشه، چون که ماده تغییر است، منی شرکت است و محدود است. بس دیگه مرحله کلمات گفت که واجب الوجود لا محدود است. وقتی گفت لا محدود است، گفت خدا بس یگم است، چون که لا محدود دوده نشده نمیتونه، او یگم است و یگی حقیقی است، یگی عددی نیه. و از اونجا که مگه او وقتی یگی حقیقی است و لا محدود هم است، هر کمال را هم او داره، هر کمال را داره، لیکن هر کمال را در لا محدود پیمانه داره. هر صفت را داره، در لا محدود پیمانه داره. خب از ذهن از مومه که پس این تموشه که خدا است، امی راسته نکدی پنکر لا محدود شد و هر صفت را لا محدود. پس هر صفت منیش علم مایا، قدرت مایا، مثلا حیات مایا،
همیتر هر صفت دیگر که بگیری یک کرتا بند کردی همیتر هر صفت دیگر داره. خب پس ما میگنی که چند چیز شد دیگه ای خوب خدا یک شد، علم از او، طاقت از او، اراده از او، راست گفتن از او، هر چقدر صفاتی خوب را بینگنین ای خود زیاد شده. در ذهن از ما تعدد آمد، خدا آمده مثلا یک علم شی، قدرت شی، زندگی شی، اراده از او و دیگه صفات چی نخ جدا جدا است. بس عقل آدم و درست در حساب فهم از تو جدا است، لیکن در برو یک حقیقت کی ورا من یه چیزا موگه که صفات از او عین ذات از او است. تو عقل از مو رویش یعنی نه که وقتی چیزا مطالعه مونه هر صفت از او جدا مونه. نال مو مثلا مگینی آدم که است انسان ارشد است، نامش ارشد ای که است در کویتا میشنه انسان است، مرد است، ای پڑھا لکھا طالب علم است، ای نوکری هم مونه کلرک است، ای چیگه مثلا اوری که است این چیزا رو موگی علی شش چیز در ذهن از مومد از باریزی در بروخ شش چیز نیه، در بروخ یک چیز دیگه هیچ یک عقل تجزیهش رویش مطالعهش این میه کیو صفاش را جدا جدا مینگرنه برای بهتر تجزیه خود. لیکن در بروخ خبر داره که بروخ بس یک چیزه، بروخ دادنه چیز نیه که بگی این شرشده، اینیشی مرد بودن چیه، اینی سیشی پاکستانی بودن ازیه، اینی سیشی کلر کسته ده جدا جدا نشان میدیگه اینی جایزی کلر که پوریزی کلر که پوریزی پاکستانیه پوریزی انسان است دیگه. اینی تر اینجی عقل آدم وقتی میگرنه بعضی خیال ایزی خاطر بعضی خیال کرده که خدا تعدد داره، یعنی یک خدا علیده علمش علیده دیگه صفاش میت الگ الگ است. این تر نیه. عقل آدم وقتی که او لامحدود است هر صفت از اون لامحدود است. ما اشتباه لیکه کردم هر صفت شیم لامحدود لحاظا بس علم از اون لامحدود است، قدرت شیم لامحدود است و حیات شی تمام صفات شی لامحدود است. بس و از اونجی ما خبری لامحدود خود چندانه شده نمیتونه. در برو یک چیز است عینی هم دیگر است، در برو یک چیز است لیکن از نظر فهم از مور جدا جدا مور مفهمی. و یک از اهم صفات خدا علم خدا است. خو علم خدا مثل علم از مو دلینی، علم از مو ناقصه. امین جه قبر ما بگم از بعد پیش بورید. حال وقتی مومگی که هر صفت یک سوال پیش مایا علماء کلام مگه حال وقتی مو ثابت کردی فهمیدی که چون که خدا لامحدود لحاظا هر صفت را داره، اگر گو صفت باشه که ور نداشته باشه خب محدود میشه. پس آیا مور خدا را هر نام را داده میتونی؟ مو هر صفت را برای خدا اپلای میتونی؟ مثلا مو میتونی بگی خدا شجاع است، دلیر است، میتونی بگی؟ چی موگی؟ در نظر شما نه خدا شجاع است یا نیه، دلیر یا نیه؟ دلیر است خدا. این سوال به امیت دیگه صفات هم است. مو آیا درست ایر عقل موگه خدا هر صفت را داره و لا محدود داره، لیکن آیا مو میتونی هر صفت را برای خدا اپلای کنی؟ مثلا بگی خدا شجاعت داره، دلیره؟ نه. مگه چرا؟ از این خاطر که خدا در لامحدود لیول داره هر صفت را. شجاعت چیه؟ شجاعت را وقتی معنا می شجاعت یعنی کسی که در جاگای پرخطر ترس نخره، یعنی جاهای پرخطر باشه بریزو که جان شي در خطره یا مال شي در خطره، لیکنی ترس نخره، ای بیتنه که حالات مقابله کنه. شجاع دیگه این معنا میگه تو خدا خبریشی تر حالات ما که خدا بریش خطره باشه بس خدا منیزو حالات را کنترل کنه، این تا چیز نیه. لہذا مو خدا را نمیتونی بگی شجاع است. قدرت داره لامحدود، لیکن شجاعت تو یک صفت است که منیشی همراهشی نقص هم است. یعنی شجاع یعنی کسی که برایش حالاتی پر خطر هم ده لیکنی ترس نمخره داره. خدا را خمو نمیتونی بگی حالاتی پر خطر برایش مایه و او ترس نمخره حالات را مقابله مونه. از این خاطره که بزینا مگه مو
ایر خبری که خدا هر صفت را داره و لا محدود داره، لیکن ایر گفته نمیتنه که هر صفت را مو برای خدا نام هم بیدی که خدا شجاع هم است. لہذا ایر چی مگن اینا مگن که مو منی ازی که نا برای خدا ناما ریپلای کنی توقیفی استی مو، یعنی چی توقف منی مو. امو چیز که منی قرآن و احادیث هم ده از باره خدا او چیزار که خودی خدا برای خود خو صفات را اپلای کده استعمال کده یا منی مستند از ایسام دو مو فقط بریزو توقف منی. چرا موگه ممکنه مو یک دیگه صفت را ده خدا نسبت بدی لیکن نفهمی منی خود از دو صفت دگو نقص باشه. خدا هر صفت را داره لیکن لامحدود داره، بغیر یگو نقص داره. خو یک چیزه که منی زمه علم داره، خو علم از مو ناقص است. چرا؟ چون که مو علم از مو میشه ده ذریعه عکس ده از مو میرسه. از اینجا فهمیده میشه که علم دو قسم داره. مثلا مو شما گفته بودم مثلا مو چیمای موینه یک منیش یعنی ریزه لنز است و اینی چیمای از موست. اینج پرده بصارت باز اینجی که است نرفز است که ده مور ده یعنی مثلا یعنی اگر سری آدم باشه ای میرسه ده پشتی مغز ده اینی جای گو ایری است که ده اونجی واپس این دوانی سیگنال جور میشه، سیگنال جور میشه بس ده اینجی مورا واپس و دیکورد میشه. یک از مشکلاتی ماده پرسته که او نمیتونه که چطور مشنهی چطور مو مینگرنی اونجی خوی اینجی فوتو داره جور میشه، یک بسیار ریزه فوتو جور میشه. فوتو شما از منی لنز چیم خوی چیم مو که سیاهی است ایک پورش لنز نیه، منی از یک قدر سری تیلی ماشی سونو خس ریزه لنزه و مو خس ریزه فوتوم جور نه، لیکن ماک شمور مینگرن می خس کلان مینگرن ای چطور کلان میشه و تازه فوتو هم منی مغز مو منتقل نمیشه و سیگنال میشه اینجی دوباره دیکورد میشه. اینجی که است روشنیش نیه منی مغز آدم، منی مغز آدم یعنی دماغ آدم که است منیش روشنی نیه، فول تاریکی است اینجی روشنی نیه. اینجی مغز آدم موگه ساینسدانا موگه یک از تاریک ترین جای دنیا که اصلا روشنی گذرشش نیه، لیکن مو دنیا را روشن مینگرنی. اینجی کلرش نیه، مو دنیا را رنگین مینگرنی، کلرفول مینگرنی. این چطور مشتم؟ اینا همون چیزایی که قبلا نمارس کردم. یک از اهمترین چلنج هایی که تا هنوز ثابت نشده، فهمیده نشده. اگر درباره خدا ای اتیستا گو چیز نفهمه، خدا را کرتا انکار نخو، اینجی ما کرتا عقل خور انکار کنه، دماغ خور انکار کنه، دیدن خور انکار کنه، بگه چون که نفهمیده. یک لوجیک اینا باید بفهمین. اینا مگه مو این چیز چون که نفهمیده بس بیا او را کرتا انکار شی، و بس اینجی مشو مو نفهمیده. یم خو پرابلمه. پس ای انا لینج فرض یک آدم است. ایر که مو وقت اینجی عکس دیدی موگه الٹا جور میشه. این ارمانی چیزا خاندی بس موله که نور سیده مینگه نه بسیار است کلان پیچیدگیه. لیکن چیه این مو دباریزی علم داره، لیکن علم از مو دباریزی دایرکت نیه، این دایرکته. چرا د ذریعه زی فوتو مو د علم داره، حالانکه اصل می فوتو منی از منی مغز است. بهرحال مو این دایرکت دباریز علم داره، خو چی منی مغز از مو نماده که مو بگیم از باره علم دارم. شما منی مغز از من نمادین، ای سورج خو منی مغز من نماده، ای درختای کوه منی مغز من نماده. لیکن ما که دباریز نه علم دارم، علم تروی یک عکس است، دغول یک عکس که نمایندگی زورمونه. بس ما چون یک بلا وجه پیدا نشده، د مطابق کاز اند افکت مگمو اتمن د برو هم یک کوه است، د برو یعنی آدما ششتن. ای تر علم که با واسطه باشه ارمگا علم حصولی. علم حصولی است، چرا د ذریعه یک واسطه است. عکس زوبری ما حاصل شده میتا درباره گوشم اینمیه، از گوشم اینمی مراحل است. گوشم در یک جای ما پرده گوش است که میشنوه، باز از بعدو باز ما میتا منی سیگنالز کنورت میشه، منی مغز از مو دوباره دیکورد میشه و آواز را مو میشنوی. در برو ویبز است دیگه، موج است در برو. این ما میرنگ است، لمس کدوم ما میرنگ است. لذا دین یک شاخی ساینس است. چیکار مونه برای زین شما ماشینار فیت مونه
و هیچ چیز نه شما خیال نین که مثلا در کنار گو ساحل سمندر هستین یا منی گو باغات و منی جنگلات این بسیار هوای یخ هم درو میچلا بالکل محسوس منی حالانکه نی منی لیبارتری خواه هستین و چیه در ذریعه امو ویوز را که اونا ایجاد نه امو ویوز را در ذریعه ماشین ایجاد منه منی زین آدم میندازه باز آدم خیال نه که واقعی ما آدمون چیم در حال گو در منی خانه خویا یا منی لیبارتری هسته چرکی او چیه در ذریعه میشه واسطه است ساینس ما در ذریعه انسترومنت خمو استر خود چی ایجاد مونه برای ذهن مو بس مو خیال نمو ممون جفته این مشنا علمی باواسطه که منیزی که اشیا خودی شی در ذهن حاضر نموشه بلکه چیه عکس شی حاضر موشه علم حصولی دیگه علم است که منیزو خودی هم زو شی در منی ذهن از مو حاضر موشه در نزد خود از مو حاضر موشه اور مگه علم حضوری این خود از او حاضر شده مثلش تخمو که از باره گوشنگی خو علم داره که مو گوشنه یا نال تشنه از او اگو عکس نداره اور کد پوره وجود خو محسوس منی که تشنه از او بس دوباره فوتو نداره که بگی اون یک فوتویش برای ذهن مونده اور کد پوره وجود خو مو محسوس منی خودی تشنگی منی از مو حاضر است خودی گوشنگی منی مو حاضره یا گو جای مو درد منه یا مادر پدر خو خوش داره مو محبت را محبت یک عکس چی منی مونم ده خودی محبت منی از مو حضور داره از اگو نفرت داره خودی نفرت منی از مو است عکس از او نماده ایتا جایی که خودی شی حاضر باشه نزد علم یعنی همو کس که علم داره علم حضوری این دو قسم علم است مو اردویشی داره از باره اندرونی کیفیت خو علم از مو علم حضوری است اندرونی کیفیت می درد محبت نفرت گشنگی تشنگی اینا چی اندرونی کیفیت است اینا علم حضوری است یا میتا از باره ازی آدم مو علم چیه حصولیه لیکن از باره خود ازی فوتو چیه علم حضوریه چون او فوتو خو باز یک فوتو دیگه نگرفته شی از باره ازی آدم که دبروش اشتا اینا دباره از نا علم از ما علم حصولیه چون که یک واسطه دا غولم ده لیکن هم خودی واسطه چی او خود چی پیش از ما حاضره او باز یک دیگه واسطه نخورده گم تا واسطه خورده بوره تا ایش اندلس موشه دیگه پس دو قسم علم است و امزی خاطره که من علم از مو خطا گنجایشی است چرا چون پیش از مو یک عکسم ده ممکنه گاهی عکس کد برو میچ مونه وقتی همی عکس کد برو میچ کد مومگی حقیقت راست است وقتی ای عکس کد برو میچ نکد مومگی دروغ است و کذب غلط است لیکن اون جایی که خود از او چیز باشه اونجا خو عکس ده غوله اونجا هیچ وقت خطا هم گنجایش نداره منیزی خطا ای خطا پذیر است علم اصولی خطا پذیر است لیکن ای خطا ناپذیر است چون که منیز خود از او شیم ده عکس نیه من علم اصولی چون که همیشه کد عکس روبروی لحظه اگر کد برو میچ کد مگی حق ای درست اگر میچ نکد مگی غلط است لیکن اونجی خو عکس نیه که میچ خود از او شی حاضر است مثلی که ما فرض کنم خو احساسی محبت را مونم احساسی نفرت را مونم احساسی درد را مونم دیگه منیزی بس دروغ گنجایش نداره چون خود از او درد برای از ما حاضر است علم از ما در اینجا علم حضوریه خدا هم که علم داره علم خدا علم حضوری است علم حصولی نیه چون این علم ناقص است خطا پذیر است این علم از خاطر محدودیت از ما است چون ما محدود هستم همیشه عکس شمار لازم دارم عکس شمار علم شمار فراهم مونه لیکن او کسی که لا محدود باشه در هر جای باشه او نیاز در عکس نداره خود اشیا برای او حاضر هستند و وقتی خود اشیا برای او حاضر هستند وسو علم از او خطا ناپذیر مستمنه او نقص و کذب و دروغ ایش امکان نداره من علم از او علم خدا در باره کائنات علم حضوری است خدا متر که و خدا اینا دیگه زیاد تفصیل چی موره خدا هم از باره خود خو علم داره علم در باره خود خود داره در باره کائنات قبل از خلقت
و کائنات که بعد از خلقت تمام شیر خدا 3 قسم علم داره. این خدا وقتی که کائنات را جور نکرده بودم مطمئن از باره کائنات علم داشته، 100% علم داشت، چون خدا علت است دیگه. خدا علت یزی چیز است، وقتی او در باره خود علم داره، از باره معلول خوام، از باره افکت خوام علم داره. اگر مو یک چیز خبر باشه یعنی علتی مثلا او را خبره او علتی تریه، لہذا مو فهم یاو دا اینجی نپریدم باشه موم اینجی اگاو پریدی رتمن ترمونه تریشی ندیده، لیکن خبری چون خاصیتی او ترکدو استا افکت شی ترکدویا هرچی ننگر نبگیاو اگر اینجی پرید ترمونه ایره. خودم علتی تمامی اشیاء است، از باری خود علم داره و لحاظ از باری معلول خو از باری افکت خو علم داره، اگرچه او تابال ایجاد نشده باشه. این اوشنا قبل از خلقت. بعد از خلقت هم که اینا تا هم پیش از او حاضر هستند، خدا بازم از باری اینا علم داره. و علم از او خطا ناپذیر است. ای د کار معنال پیش که مو کت سیکولاریزم کت ساینس منی نبوت مادی ونجی بیس شروع مشنه بزونجی د درد مو مخره کی آیا مو برای علمی خطا ناپذیر مو دیپند کنی یا علمی که خطا پذیره و اون که ساینسی کرتا علم بسیار زیاد مشکلات داره برای کدام شی دیپند کنی مو. مثلا بعضی هم گنه باید این چیز منی شریعت نباشه. مثلا مو فرض کو روزه نباید که دختری 9 ساله برایشی ظلمه که 9 سالگی روزه برایشی واجب موشه، باید نباشه. ای چیز باید موسیقی حلال باشه، مگا خلزمه مگا بس اونجی دا کار مایگاه مو بری عقل خطا پذیر خو اون که زیادتر از تجزیه عقلی دور تام دیپند خو بری ساینس منه. ساینس کا دو خبر نقایص خو آیا بری زو مو دیپند کده یک صحیح فیصله میتن یا بری علم خطا ناپذیر الهی که کده زمو د سورت قرآن شعر کده اگر او 100% یقینی بودن شی بری مو ثابت شد بزونجی مو فهمی که کدام شی بهتره. ای دا اونجی چون که د کارمدنیه از این خاطری صفات را ما بیان من باید د ذهن شون باشه. امیتر یک دو صفتی دیگه تمام صفات نمیره و بسیاری دیتیل شی ما داره و حذف کده راییم بسیار زیاد گباره چون که بس کلاس طول میکشه. امو چیزایش که بسیار ضروری است منار برای شما در مگم دو صفتی دیگر گفته بس موری برای بیسی عدالتی خدا که منی عدالتی خدا هم بسیار بیساسته که مو لازم داره. بس بعد منی نبوت بسیار اهم بیساسته. اینا را انشاءالله اگر زندگی بوده امیتا کم کم پیش مو بریم. بعضم برایش اینا گفتم امروز نگبار که عرض کردم برایش غور کن چون عقل یک موجوده حقایق را برای مو ریفلکت مونه بیان مونه نه ای که یک چیز را بو بافه. عقل وقتی موگه واجب الوجود است نموگه که باید باشه یا چیز است او در او مشاهده منه تو مگی مو چون که برای حس و دیپند مونی در اور نمیتنید محسوس کنی و درک کنی، لیکن یک صلاحیت مو در او نشان میده انالایز کرده که او است. این چیزا که نیاز در تمرین و تفکر و دیسکشن داره و امیتا طهارت قلب هم داره. وقتی قلب آدم طاهر شد روی انسان از این گناه ها و از این محدودیت ها آزاد شد بس بال مور پرواز نه و او حقایق عالم بالا را مشاهده مشنه او مشنه عرفانی روح یا منی حدیث ورمگا کی معراج روح مگوره یعنی روح عروج پیدا منه بلندی پیدا منه و بسیاری حقایق از این لیولی ماده که د بالاتر اونا را درک منه اونایش انشاءالله بیسایشی صبح اگر زندگی بوده پیش مبودی از خدا دعا مونی که خدا مور توفیق فهم حقایق را و توفیق قبول کردن و باور کردن از حقایق را عطا کنه. یک صلوات بخوانید. تعالی که هرچی خانده از باریز شما گو سوال دارین پرسان میتن. ظلم نقص دیگه نه مفتی نقص را ندارم تا که مفتی خدا
خدا مو که گفتی شجاعت را نداره نه؟ چرا شجاعت منی تعریف شی نقص پوشیده و مو خدا نقص منی خدا نیه، پس خدا را مو نمیتن بگی شجاع. خدا قدرت داره لیکن شجاعت نداره، از این خاطر نداره چون شجاعت نقص است، منیش نقص است. ظلم خو گرته نقص است. ظلم یعنی که تو عدالت را رعایت نمی بیس منی بیس عدالت معینه دیگه. عدالت یعنی که امو حق هر کس را بیدی، ظلم یعنی ندی و ظلم وجهش یا جهالت یا دیگه چیزایی که بس جهالت نقص است که باعث مشته. یک بلوای منی بیس عدالت همونجی بس مزید در دیتیل مو بله. خب دیروز بودین در کلاس؟ بودین؟ خب دیروز گفتم نه که یک عددی او یکی برایش دومم قابل تصور است، مثل یک مارکر دو دانم میتونه باشه، هیچ اشکال پیش نمیاد. اگه دو مارکر باید اگو کلان اگو چیزی ایمپاسیبل دو مارکر بودن، ایمپاسیبل نیه. 3 مارکر باشه، 10 مارکر باشه، 1 کروڑ دانه مارکر باشه، اگو ایمپاسیبل کار نموشن اگه 1 کروڑ مارکر باشه. پس قابل تحقق است، قابل بودن است فعلا یک مارکر برای ټیبل. این مشنا یک عددی که مریش دوم، سوم و داوم و صدوم و 1 کروڑم قابل تصور، قابل وجود داشتن است. خدا اگر بگی او یک عددی باشه، این مطلب شی دو خدا هم میتونه باشه، فعلا نیه. پس مطلب شی بگی یک عددی دو هم میتونه باشه، 3 هم میتونه باشه، 100 هم میتونه باشه، لیکن فیلال یک دانه هم تک فیلال یک مارکره. و این مش نشیر چون خدا را منی عدد آوردی و او قابل 2 3 شد. در حال خدا او رنگا یگا که دوم شودش نداره، سیوم خوی کرتا دوره، داوم خو بسیار دوره که 100 دانه باشه، بسیار دوره. 2 دانه شده نمیتونه چون که او لا محدود است. او تر یگا که 2 بریشی قابل تصورش نیه. منیزی قابل تصور هم است، قابل وجود هم است. خدا نمونیشی قابل تصور نه قابل وجود شدن، دوم نه سیم نه خدا. چرا؟ چون که او لا محدود و عقل آدم لا محدود چیز 2 دانه شود نداره. اگر 2 دانه بود حتما د غول یک باونډری یک حد است که یزی لب مگیش یک ای لبه حد ایش 2. لیکن اگر او حد پیدا کرد بزو لا محدود نه محدود مشنه. اگر او محدود شد بزو ممکن الوجود جور مشه، صفت ممکن الوجود منیزو پیدا مشه. اور بز عقل آدم مگی واجب الوجود نیست. بله. نه عقل آدم مو عقل از مو گر قبول نم نه خاطر زی که معلومات چی کم است نه. مو عقلی بسیار کم داره. امی که خدا موگه منی قرآن موگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، موگه شما بسیار کم علم دارین. علم یعنی 100% معلومات اور واقعی مترسته. ساینس تمام معلومات چی منیش 100% بسیار کم وجود داره، چون تمام شی علم اصولی است و بسیاری خود میتر از بسیار نقایص داره. این واقعی آدم منیزو بسیار کم است علم، چون ساینس از استقرا و از چیزا کار میگیره، منیش علم نیه، تامشی گمان است، امکانی زیاده میتر باشه. عقل آدم موخ عقلی علم بیخی کم داره، چون مو هیچ وقت عقلی تجزیه نکده. از قدرت عقل خو مو هیچ استفاده ایش نمونی، چون عقل یک دیگه دنیا را زیادتر نشان میده. این دنیا را انالایز مونه، دیگه دنیا را نشان میده. مو قدرت عقل راش استفاده ایش نکردی. لہذا علم از مو چون کی کم است، مو بس موگی کی چون خبر نیم موگی باور ما نمایه، عقل ما مان نمونه. عقل ما مان نمونه یعنی ازی کی ما علم ندارم مان نمونه، نه کی ما علم دارم. و چون جادوی چیزا حقیقت داره، قرآن هم تایید کرده. جادو هم شیطانی طاقت استفاده مونه و یک مشکلات را برای انسانا د وجود میره. خودی جادو خودی سیر حقیقت داره. قرآن هم حقیقت را آورده.
لیکن یک یالی که هر کس باید جادو بیتنه ایش باید ثابت شونه که ما بو ما اینی آدم جادو کدوم خزو گفته از گفتن از ما خو معلوم ثابت نمیشه که ما اتمنو طاقت را دارم خود ایزی چیز ثابت شده همون تا که دکتری مو مان داره که دکتری یک حقیقت یک علم است انسانا را علاج مونه لیکن هر کسی بگه ما دکترم خو مو مان نمونی دیگه مو خو تو نیو علم را داره او سرتیفیکیت را داره او پاور را داره علاج میتونه یا نمیتونه دیگه ایه که خودی جادو عقل از مو غرور مان نمونه چون که بسیار محدود داریم و علم عقلی از مو نه होने के बराबर است مو اکتیو نیه منی بسیاری از مو او محض عقلی تجزیه و سورس پس این چیز اگر بسیاری هم گنم چون عقل ما مان نمونه اینی چیز نیه خو یک بسیار بچگانه چیزه منی دنیا علم اگر آدم بگه ما چون که اینی چیز را نمفهمم چون که از عقل از ما مان نمونه چون که نمفهمه پس تو چیز نیه اگر او تا باشه باید تمام دنیا را باید انکار کنی مثل اومدلی خود خورم باید انکار کنی بله هر نان میتیریل واجب الوجود نیه چون روح هم نان میتیریل است فرشته هم نان میتیریل هستند جنات هم نان میتیریل هستند تمام از نار نمیتونی بگیم و هر نان میتیریل واجب الوجود نیست بلکه واجب الوجود همو که وجود چی برایش ضروری باشه و او که مو عقل موگه تنها یک است و او خدا است دیگه ایشی مخلوقات خدا مشنه خب تا آخر انشاءالله زندگی بود صبح باز امیر مطالعه خورا مباحثه خورا پیش مبری و السلام علیکم و رحمت الله صلوات بخوان